سلام و صد سلام خدمت شما دوستای به نهایت عزیز و نازنینم. امیدوار هستم که هر جایی که هستین دلتان گرم و پر از شادی باشه. امروز در خدمت از شما هستم تا یه قلاب بافی مقبول براتون نشان میدم. امیدوار هستم که از این ولاگ از من خوشتان بیایه و که از من همراه باشین. قبل از اینکه بریم سراغ قلاب بافیا و اینا رو براتون نشان بدم که چه چیزایی بافتم، یک سورپرایز بسیار عالی برای شما عزیزان دارم. حتما ویدیو من رو تا آخر سعی کنین. من لابلای ویدیو یک کد یک شماره رو مخفی کردم، شما باید اون شماره رو پیدا کنین و برای من روان کنین. توضیحات کاملش رو آخر ویدیو دادم، حتما تا آخر ویدیو نگاه کنین و اگر دوست داشتین میتونین در دوستایتان هم اطلاع بدین که دوستایتان هم بتونن از این سورپرایز عالی با خبر باشن. پس بریم سراغ بافتنیا. شاید خیلیاتون فکر کنید که قلاب بافی یک کار بسیار ساده هست، زیاد پیچیده نیست. درسته زیاد پیچیده نیست، اما هر دانه از یاری که من میبافم یا دانه‌آوینش پر از خاطره هست، پر از لحظاتی هست که من شیشتم در کنار ازی و یه قلاب بافی کردم، دانه به دانه، رج به رج و زنجیره به زنجیره. شاید سخت باشه برای کسایی که قلاب بافی هنوز یاد نداشته باشن، اما من براتون قول میدم اگر شما قلاب بافی را یاد داشته باشین میتونین چیزهای خیلی مقبولی برای خودتان جور کنین و برای خانواده‌تان و این هنر زیبا را میتونین به همه یاد بدین. داخل از این باکس ها کالای نازه دخترانه، جا کلیدی های مقبول و شالایی که سه گوش هست و سر شانه خو میندازین. شما میتونین این شالا را برای خودتان ببافین یا هدیه بدین در مادر کلان خود، در مادر خود، خاله و عموهای خود. این یکی از نمونه های شال است. شما سعی کنید اگر کسایی که یادشان مانده باشه، در ایران یک زمانی از این شالا زیاد مد بود و داخل مغازه ها، دکان ها میذاشتن و من از پشت از شیشه سعی میکردم، گفتم خدا جان، یعنی من یک زمانی میشه که من اینا رو بافم یاد بگیرم و اون وقت قیمتش خیلی زیاد بود. یعنی اون زمان یک دانه همزی شالا را 50,000 60,000 میداد. قصه قلاب بافی از من از زمانی شروع شد که من هنوز مکتب نرفتم و یکی خیلی نازدانه بودم. مادر من در سن 8 سالگی در مکتب روان کرده بود، چون عاجز بودم که خدا میدانه. به خاطر از این مادرم گفت دخترای مکتب دختر خودم اذیت نکنه، آزار نده و همزی خاطر من در خانه بودم. در سن 8 سالگی رفتم مکتب و همسایه داشتیم. در یک اولی بسیار کلان زندگی میکردیم که در بین از اون اولی 6 7 تا خانواده زندگی میکردن و یک لحظات خوبی بود. یعنی من قدیق شدم در پشت همزو زندگی های قدیم. کل خانوما یک جای جمع می‌شدن، بعد از ظهر چای می‌خوردن با هم دیگه، قصه می‌کردن، یکی گلدوزی می‌کرد، یکی خامک دوزی می‌کرد، یکی مثلا یک کارهای دیگه سبزی می آورد، دور هم می‌شیشتیم. مادرای از ما مثلا میچیدن، ما دخترها در مابین اولی لیلی بازی می‌کردیم، سنگ بازی می‌کردیم، از این کارهای زیاد می‌کردیم. در مابین از اون همسایه‌های از ما یک دانه خانم بود که قلاب بافی یاد داشت و من خیلی دوست داشتم که از او یاد بگیرم این هنر. برش رفتم گفتم خاله جان میشه که دم امزه هنر قلاب بافی رو یاد بتین که چه رقم است؟ خنده کرد، گفتش که تو هنوز خیلی سنت خورد است از این کارا، اما چون علاقه داری میتونی که یاد بگیری. و من دم یه دانه کروشنی لطف کرد، یه دانه نخ کاموا من ایره گرفتم. خب روزای اول خیلی برام سخت بود، نفهمیدم که چه رقم دور نخ دور ناخونم پیچ کنم یا چه رقم کروشنی رو در دست خود بگیرم. اما در مرور زمان بعد از یک هفته یاد گرفتم زنجیر زدن، پایه زدن و ای که مادرم خنده میکرد، میگفت خدا جان این رسه که از این قد خود ششته دمه قلاب بافی میکنه. و من بعد از مدت 2 هفته دانستم یه دانه لیف بافم. این لیف یک قدر مقبول بافته بودم، اما خب تو چیزا در مابینش بود غلطی داشت، از خاطری که یگان جایش کش شده بود و یگان جایش یک قدر او را مسوس بافته بودم که تو نخش تو آوزان مانده بود. اما زمانهای قدیم صفا و صمیمیت خیلی زیاد بود و مردم اینقدر ساده و راحت زندگی میکردن، کلگی دور همدیگه. او تو مثل الان نبود که سختی همدیگه را ببینن، نه تلویزیون اونقدر زیاد بود، نه گوشی زیاد بود که در دست خود بگیره. کل زنا دور هم میشیشتن، سبزی پاک میکردن، اینکه کارهای هنری انجام میدادن، دستی انجام میدادن، دکاسته میکردن، دور هم او رو دعوت میکرد، یک شب او رو دعوت میکرد، خیلی خوش میگذشت. و من اینا را دانه دانه براتون نشان میدم. امیدوار هستم که این قلاب بافی‌های از من برای شما خسته کننده نباشه. البته قدر خانومای هنرمند زیاد داریم که من در گرد پای هیچ کدامشان نمیرسم. من یا را تک تک مرتب کنم و دانه دانه براتون نشان بدم که هر کدام از یا چی داستانی داره، چی قصه‌ای که از یا شروع شده و من
سر از یاد چقدر زمان گذاشتم یا را بیچینم براتون و در آخر براتون نشان میدم. نشیشتم در روی چوکی که بیایم یا را دانه براتون نشان بدم. این تقریبا سومی یا چهارمی قلاب بافی بود که من در آلمان انجام دادم. البته بافتم، شال گردن بافتم، کارهای بچگانم زیاد بافتم، اما من عاشق دخترانه‌ام از خاطری که من اصلا دختر ندارم، 2 پسر دستگل دارم، اما خیلی عاشق دختر هستم دیگه. به خاطر امزو من زیاد کالای دخترانه زیاد مبافم. یعنی یک جوره از این کالای قلاب بافی هست که شما میبینید رنگش سعی کنید رنگارنگ. من این از تدی گرفتم نخشه، البته ناگفته نمانه که این نخایی که من تدی میگیرم بستگی داره. بعض نخاش که هسته مثلا ارزانتره، 1 یورو یا 2 یورو، اما من یک نخ خوب میگیرم که در مرور زمان که این شوشته شوه خراب نشوه. کسی هم که دیره از من میگیره خدای نکرده من دفعه بدوا نکنه بگه وای خدای من این قلاب بافی این قیمت خریدیم از پیش ازی، اما سعی کنید 1 و 2 این خراب شد. البته شما باید قلاب بافی رو جوری بشورین که خراب نشه. قلاب بافی یک چیزیه که دمابین ماشین لباشی نباید بندازین و باید که دستتون بشورین و اینکه در روی سطح هموار بذارین که خوشه. این تو آوزان نباید بکنین چون بافت خودش کش میکنه و کلانتر میشه. خب این رو براتون توضیح بدم. این رنگش رنگ مثل نخای مثل رنگین کمان واری هسته. اینجا پشت سرش دکمه داره. من پاپیون سفید زدم. کلاهش هم هست. البته نمیدونم که کلاهش اندازه هست یا نیه، به خاطر از اینکه اشتروک تا اشتروک فرق داره. یگان اشتروک از درشت اندام به دنیا میاد، یگان اشتروک از خیلی ضعیف هست و من نمیدونم که اندازش باشه نه. البته کسایی که سفارشی برای کالا و یا میگیرن قبلش اندازه را از طرف مقابل پرسان میکنن که اندازه دور گردنشه، دور سرشه، اندازه پایکای مقبولشه، یا رو پرسان میکنه که بفهمه که اندازه را چی رقم بزنه. چون اگه همون رقم بگه، مثال یک اشتروک است 1 ماه در دنیا آمده، اما یک اشتروک دیگه است او هم 1 ماه هست، اما بدنشون با هم دیگه فرق داره. یکی از درشتره، یکی است و اندامش خردترک است. بینی هم جروبکایش و خدا یادتونه 2 تا کلکی از من نمورم، اما بینی ازی سعی کنید چطور خردترک است. موی خدا از را جمع کردم. این قسمتیم سعی کرده بودم تو مثل شاخی که هم شده بود. میریم کالای دوم نشان تو خود من خنده گرفته. اینی کالای دوم است. دامنش اما تو خوب کلان بافتم. یعنی پشت سرش 2 تا دکمه زدم برش. البته نمیدونم که رنگ زرد و سبز ده هم دیگه میاد یا نمیاد. شما داخل کامنت ها در من نوشته کنید. میخوام از سلیقه از شما استفاده کنم ببینم که کدام رنگ کدام رنگ بهتر معلوم میشه. به قول مادر خود میگم از 1 عقل 2 تا 3 تا عقل بهتره. اینجا کلاهش شاخک که نمیشه برش گفت، گوشکای خرگوش بافتم. اینی پشت سرش است دیگه. بندکه که در زیر گردنش که کلاه رو قایم بگیره. آدمی تو میگم کلاه رو قایم بگیره انگار بگو که هیچ کس یاد نداره. چیزایی میگم مامان. این هم 2 تا کفشکاش. در روی کفشکاش پاپیون زدم دیگه. دیسکاولش الو با خدای نه، کاش که من دختر می‌داشتم. بخاطر من اگه دختر می‌داشتم سر تا پای از زیر قلاب بافی می‌کردم. یگان دفعه مادر میگفت دختر تو از بس که تو مو بافی قلاب بافی. من در ایرانم خیلی زیاد بافته بودم قلاب بافی. مادر بزرگم خدا بیامرز همیشه میگفت دختر ما هر خانه هستیم انگار بگو در خانه عنکبوت اومدیم، به قول خودمون جولاگک. همین هر طرف سعی می‌کنی بافتنی قلاب بافی چی گپه نمی‌فهمی. یک حسیه که هر وقت من ناراحت میشم یا مثلا خوشحال نیستم، احساس تنهایی میکنم، حتما باید بافتنی انجام بدم. یعنی با بافتنی من خودم آرام میکنم، ریلکس میکنم و بعد از او خوب میشم. اینی هم خرگوشکش هست، گودیش. البته نگفتن نمونه که من گودی رو اصلا از او پیش بافتم، یعنی یاد نداشتم و من از یوتیوب یاد گرفتم زدم. کم ذره اولش خیلی سخته، به خاطر از اینکه از اول یک کم ذره شما دانه را اضافه میکنید و در این مابین دوباره کم شده میاد تا گردن که برسه باید یک کم جمع شوه که بدنش بافته شوه و مابین از این پشمشیشه پر میشه. من یه دامنکم برش زدم. دستکاش از ذره کلانتر بافتم از خاطر که گفتم یک کم ذره
اشتکانه تر بیه. بریم در قسمت بعدی که من یک کالای دیگر هم براتون نشان بدم. دلکیم دل برکیم دل بر بانمکیم تو آوردی سرکم و شکستی بال و پرکیم. گفتم میدونم بعد براتون بخونم که ساعتتان تیر شود. و کالای سوم، این کالام خیلی داستان داره. پاشتو که یه چیزی از زیر کجا کردم، سربست داشت اینجا همه مثل یک دانه هدبند. ایره یکی از خواهرخواندای آمده بود خانم و گفتش که فریبا جان چیزی بافتنی جدید بافتی یا نه. من ایره آوردم، یعنی یک صحنه خیلی جالب بود. تا من ایره از مابین پلاستیکش کشیدم، خیلی که خواهرخوانده خو مذاق داره. یه همین تو دست مامی تو کشید، گفت خدا من ایره اگه بردیتم خو، گفتم خاله سعی کنین شما مدلش سعی کنین آیا خوبش هست یا نه. گفت خیلی خوبه تو رو خدا رو دعوت بدینم دیگه. من ایره قول دادم در دختر خواهرخوانده من حتما برش میدم، برای زحل جان. زهرانی است دوستا، فکر نکن که من در دیگه کس میدم. من این قسمتش کس این متفاوت بافتش موتیف. کسایی که قلاب بافی کردن مفهمن موتیف بافی چیه. من و این قسمت ها رو موتیف بافی کردم، دامنکشه و آستینکایش رو تو حالت پوفکی زدم که تو وقتی در جا نوشته میشه این قسمتش تو پوف استاد شوه. دازی دکمه نزدم از خاطر که یخن از این از کلانتر بافتم. این قسمتاش کشباف بهش میگن، کشباف زدم. این برای اشتو که تقریبا 3 ماه این قدم اندازشیه. اینی هم دیسکاولشه هم برش بافتم. اما رقم همون نمیفهم که هدبندش کجا ماندم بچم، که هدبندش کجا کدام دقات همزی باکس ها هست نمیفهم. این برای خود زحل است. زحل جان بهت قول میتم که ایره ده هیچ کسی نتم، اما از یک طرف همیش دلم نمیره قدر زیاد دوستم نفهم زحل جان برات میتم میره یا نتم، اما چون قول برات دادم مجبورم دیگه، مگر نه باز پیشت بعد قول میشم دیگه. رسیدیم در قسمت کلاهای پاییزه. من یارا دانه دانه براتون نشان بدم. رنگ سبزش در این قسمتاش از این پولکا زدم. این مخصوص پاییز است. میتونید شما ایره که دیسکاولتان یا که بوتایتان ست کنین. باشه من یک گوشواره از گوش خود کشیدم که براتون نشان بدم. اینی هم گوشواره کاشه. خب البته این نمیتونم الان سر کنم چون کلیپس زدم ماخو جمع کردم، اما من عکسای از این حتما در اینستاگرام میذارم. شما میتونید برین در اینستاگرام سعی کنید، اگه خوشتون آمد من آموزشای از این حتما براتون میذارم. این رنگ سبزش بود. شیر از گوشم کش کنم. دیگه این رنگ زردش، این هم گوشوارش متفاوته که از این گوشوارهای حلقه‌ای که هست که از یا میتونید شما ببافین. خیلی بافتش راحته. به نظرم کسایی که قلاب بافی یکم ذره بلدن راحت میتونن این چیزا رو برای خودشان ببافن. باشیرم در گوش خود بانم. بچم چشمایم کور شده یا گوشیم کور شده؟ این هم مدلی از این رنگ زردش. اینجایی که میخوانن چی؟ دلکیم دل برکیم دل بر بانمکیم تو آوردی سرکم و شکستی بال و پرکیم. بندن شعر بخوانم که سادمان تر شود. این هم یک رنگ دیگهش. اینی رنگ نفهمم. شما در کامنت ها بنویسید که این رنگ چه رنگی میشه. از چی فکر کردم اصلا نفهمیدم. سرخ که نیستن دیگه، جگری هم که نیستن. نفهم که رنگ از زیر چی میگن. نمیدونم رنگش چی هست. رنگش نمیفهم دیگه رنگش چیه. یه هم گوشوارکاش دیدم در گوش خود بانم. شما سعی کنین. اینی هم که یک کلاه دیگه شه. رنگ تقریبا کدازیه. کسایی که اگر دوست داشته باشن میتونن کد کالای دختر خود ست کنن. این گوشواره از یک کم ذره فرق داره. یک مدل دیگه بافتم. باشیرم در گوش خود بانم. شما فکر نکنین که سخته ها. میگم کسایی که بلد باشن میتونن راحت چیزایی در خود ببافن که برای خودشون ببافن. حتما قرار نیست که مثلا چیز کنن بفروشن، یا اگه هم دوست داشته باشن میتونن هنر خوره در شبکه‌های اجتماعی بذارن یا آموزش‌هاش رو بذارن. اگه دوست داشتین دم پیام بذارین که من چیز کنم آموزشایی که بلدم تا اون حدی که زیاد حرفه‌ای هم نیستم، اما تا اون حدی که بلد هستم براتون نشان میدم. گوشواره پس گوش خود بانم.
این هم نشانگر کتابه، موشک، اسمش خاکستریه. شما وقتی کتابتان میخوانید باید علامت چیزی داشته باشه که شما او صفحه‌ش رو گم نکنید. و من این موشک بافتم. شما این علامت میذارین که تا کدام صفحه رو خواندین. من دو دانه بافتم از این، یکش برای شقایق جان، یکش برای امید جان. هنوز در خانه مانده و من هنوز برش ندادم. در اینجا جا کلیدیه، فکر کنید این هم جا کلیدی موشکه. شما براتون دقیق نشان میدم. اینجا شما کلید وصل میکنید و اینکه کلیدتون فهمیده نشه، اینجا من در دکمه ماندم، این کش میشه بالا و کلیدتون در بین از این میره. شما میتونید یه بند دیسکاولتون این تو حالت گره بزنید و همیشه همراهتان باشه. میتونید اشتکای خودتون کادو بدین یا اینکه میتونید ببافین برای خودتون. حتما قرار نیست که همیشه بخرین یا مثلا کادو بدین، برای خودتون نگه دارین. خودتون دل ندارین؟ بی خدا جان توبه کردم. رسیدیم در پتو. پتوی اشتکانه. من پتو زیاد بافتم، تقریبا 3 تا یا 4 تا ست بافتم. دیگه کلگیش رو کادو دادم برای کسایی که اشتکشان تازه به دنیا آمده بود یا تعیین جنسیت داشتن. 3 تا بود یا 4 تا، فکر کنم 4 تا بافتم که از این پنجمیه. این هنوز مانده. یه دیگه فکر کنم بمانه در خانه خودم. چی میگن از قدیم میگفتن این چی بود اسمشه؟ نه یادم رفته. شما نوشته کنید در من کامنت ها. این مدلش من اینطور نشان میدم که 2 رنگ بافتمش. یه موتیفه موبایلش، البته این رنگش فکر کنم یاسی بهش میگن، بنفش نمیشه چون از بنفش کده کم رنگ تره، یاسی بهش میگن. اینی پتویه. من او 2 تا 3 تا پتوی دیگرم که بافتم حتما میذارم داخل ویدیو. که شما سعی کنین اینی دیسکاولش، این دیسکاولش کم ذره کلانتر بافتم که وسایل بیشتر داخلش جای شوه. اینجا بندک برش گذاشتم. شما وسایلتان میذارین از اشتکتان و اینجا پس دوباره ایره کش میکنین و این تو بسته میشه. این هم کلاگکش دیگه. میگم دیگه اندازه باید دقیق داشته باشم که بفهمم که چه اندازه ببافم. اگه اندازه دقیق نداشته باشین یا کالا خورد میه یا اینکه کلان میه و مجبورین دوباره بگیرین کلگیش رو باز کنین از سر نو ببافین. هم از این. حالا بریم تا بقیه قلابافی ها رو نشان میدم. من یک پله چای بخورم، علقم خوش شد. خوبرکای قند برادرکای قندیم دیگه، نمیشه که من همش گپ بزنم شما رو هم خسته کنم. یک کم ذره در خودم استراحت میدم، یک پله چای یا یک گلاس آب میخورم و دوباره برمیگردم پیش از شما. جایی نرینا. دنیا گذران و کار دنیا گذران، خوش بیر شوی ایار جوان. یک کم ذره بیت بخوانیم بابا، دنیا 2 روز تر میشه. رسیدیم در قسمت های شال های بافتنی. یا را در 3 نام برش میگن، مثلا شال 3 گوش میگن، اشارب میگن و یکی او دیگه یادم رفت. اینو برای خودم بافتم. اینو من خیلی زیاد دوست دارم به خاطر از اینکه اینو من در 2 روز خلاص کردم. این بافته خیلی راحت است، یعنی این شال که شما بافین سری میره بالا، یعنی زود تمام میشه. و اینکه در پاییز میتونید شما از این استفاده کنید، مثلا سر صوفه مورین یا خانه کسی میخواین برین، حتی در زمستان هم خوبه. مثلا دیگه میخواین رو جمپرتون بپوشین. ما خانم‌ها یک کم ذره حساس هستیم، مثلا جمپر که میپوشیم فکر میکنیم که یک ذره چاق‌تر معلوم میشیم، اما همه‌مون مقبولیم، همه‌مون خوشگلیم، در این شکی نیست. و من این رقم بافتم که مثلا تو دور شانه خو میندازم
شما سعی کنین مدلش ببینید چی رقم معلوم میشه. من میگم میره تقریبا پارسال بافتم برای خودم. البته برای شقایق جان تا حالا 2 مدل بافتم، کلاهش بافتم، دستکشش هم برش بافتم و اینکه یعنی رنگش هم عاشق رنگ صورتی و سرخ و یک رنگ دیگه هم دوست دارم، یک نفهم یادم رفته. عالی خیره باز نشته میکنم براتون. این هم شال شاپرک، اینو برای آرزو جان خرخ بافتم. اینو من پارسال بافته بودم، یعنی از پارسال تا حالا اینقدر به این دختر پیام میدم، مسیج میدم عزیزم اما آدرس تا بر من روان کو که من این تحفه های چیزایی که برات بافتم برات بفرستم. کو گوش شنوا آرزو جان صدای از من میشنوی، لطفاً آدرس تا بر من روان کو. این هم شال شاپرک، این البته بافتش یکم زره سخت‌تره، نخم زیاد استفاده میشه داخلش و اینکه شما میتونید حتی مروارید هم داخل از یا بزنید بعدن. البته اگر نتونستین لابلایی که بافتتون بزنید میتونید بعدن که نخصوصا در روی ازی ببافین چه بچسبانین. شال شاپرک میرم دور شانه خو میندازم، شما سعی کنین از پشت سر من از نزدیک هم نشان میدم براتون که شما سعی کنین که مدل ازی چی رقمه. این مدلش واقعا خوبشه، این کار بگو واقعا شاپرک واقعیه. شما سعی کنین اینا نگاه کنین، من ایره از پیش روی آوردم که شما قشنگ نگاه کنین شاپرکایش رو ببینین. باشه این قسمت دورتر بگیرم که شکم زره دیده شوه. میگم این قسمتاش شما میتونین اینجا که این قسمتش میتونین شما مروارید بزنین. و این هم سومین شال، یعنی آخرین بافتم که براتون نشان میدم. اینو بر مادر جان خود بافتم. حالا ما طبق مادر جانی از خود خوش شو میلایی هنوز فرصت نشده برش روان کنم، چون مادر جان خودم هم خانه خود تازه چینج کرده، یعنی تبدیل کرده و من ایره برش آدرسش دقیق پرسان کنم از بیادرای خود که برش روان کنم. یه هم رنگش سیاهه، بعد دمابینش زرکای آبی داره. ایره برش بافت خوشه انگور موگه، یه هم خیلی راحته. یک کم ذره خوب این قسمتش که پای کوتاه بافته میشه، این قسمتش یک کم ذره سخته، یک کم ذره طولانی تر بافته میشه، زمان بیشتری احتیاج داره. ای سعی کنین راحت، یعنی شما هر جایی برین در زمستان یا پاییز میتونین روی پای خوب بندازین، سرشانه خوب بندازین، حتی میتونین دور گردن خواهم به عنوان شال گردن هم استفاده کنین. یا باشه من دوباره سرشانه خوب بندازم، شما سعی کنین. من دوباره از پیش روی نشون لباس خود مرتب کنم. میذارم این یک کم ذره کلانتر است نسبت از دو تای دیگه کرده. و اینکه اینکه چی؟ اینکه چی؟ اینم از نمای نزدیک میگیرم، شما سعی کنین همونطور که گفتم زرکای آبی دم بینش داره خوب پیشتر بیارم که شما ببینین. نگاه کنین این قسمتاش که هست، یعنی این قسمتش گفتم یکم ذره سخته، چون شما باید دقیق بفهمین که چند تا باید بزنین و این قسمتش مثل خوشه انگور واری معلوم میشه. نگاه کنین من تو نشان بدم که شما ببینین، خدا کنه خوب بیاید تصویر. اینو یادم رفته بود که نشان بدم، قبلش خدافظی کردم، یعنی خدافظی نکردم، گفتم آخرین بافتم ایه، اما دوباره برگشتم. یه مدن دیسکولک باباییه و کلاهش که در سر کلاهش هم پاپیون بافتم. در آخر ویدیو رسیدم، امیدوارم هستم که از این ولاگ از ما خوشتان آمده باشه و خسته کننده براتون نباشه. همونطور که اول ویدیو گفته بودم براتون، این جایزه کسی هسته که در اینستاگرام از من پیام بمانه و او کد مخفیه که من لابلای ویدیو من او را ماندوم، شما میتونین او را پیدا کنین و در اینستاگرام از من بفرستین که این کد چی هست و چه عددی هست و برنده از این شال شوین. البته خوبی میتونن آقایان هم میره برنده شون، به خاطر از اینکه میتونن برای مادر خودن بتن، برای خواهر خود، خانوم خود، خاله، عمه اینا. این هم یک مدل دیگه هست و این فرصت طلایی رو از دست نده و امیدوارم هستم که هر جایی که باشین خوب و خوش و سالم و سرحال باشین. من پیج اینستاگرام خودم میذارم، حتما در پیج اینستاگرام از من سر بزنین و این فرصت طلایی رو از دست ندید. پس تا ولاگ بعدی که شما عزیزان میبینم، همه شما رو به خداوند پاک و متعال